سلام، به کانال راوی خوش اومدین. تا پایان خان چهارم از 7 خان رستم رو براتون روایت کردم. امروز میخوایم بریم سراغ خان پنجم و ششم. اگه فکر میکنید ماجرای این دوتا خان رو میدونید و رستم با یه سری آدم میجنگه و قهرمان میشه و پیروز میشه، بهتون پیشنهاد میکنم زود قضاوت نکنین، چون اتفاقای بامزه‌ای در این دوتا خان رخ میده. ازتون دعوت میکنم تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. تا اونجا براتون گفتم که جناب آقای رستم خانم جادوگر رو از وسط به 2 نیم تقسیم میکنه، با خیالی آسوده میره میخوابه، فردا بلند میشه بره ادامه راه. میره تا بالاخره میرسه به مازندران. خیلی خسته است. بعد چون هوا به سمت رطوبت داره میره، هوا داره مرطوب میشه، فردوسی میگه لباسای تنش خیس آب شده بود، حالا از خستگی و عرق و این رطوبت. خلاصه لباسشو در میاره و این افسار و زین و لگام اسبم در میاره. توی یه دشت خیلی سرسبز و حسابی هستش و میگه به به چه جایی مازندران، حق داشته کیکاووس که بیاد تا اینجا. خلاصه لباسشو میذاره یه گوشه و اسب رو هم رها میکنه واسه خودش هم که طبق عادت یه چیزی میخوره و خوابش میبره. اون دشتی که توش بوده یه دشتبان داشته. این جناب دشتخان داشته نگاه میکرده ببینه اتفاق عجیب غریبی در این دشت رخ نداده باشه. یهو میبینه یه اسبیه همینجور رفته تو کشت و زراعت همه چی رو داره خراب میکنه. جلوتر میره میبینه یه آدم گنده گرفته خوابیده. متوجه میشه که اسبم مال اونه. با چوبی که داشته تو دستش میزنه به پهلوی رستم. بیدارش میکنه، میگه آی تو کی هستی؟ واسه چی اومدی اینجا؟ تو اهریمنی؟ از اهریمنان اومدی اینجا؟ رستم نگاش میکنه چی نمیگه. دوباره این بلندتر داد میزنه، میگه واسه چی اسب تو ول کردی تو مزرعه؟ همه چی رو داره خراب میکنه. کی هستی تو؟ حرف بزن ببینم. رستم از اونجایی که نمیخواسته یه وقت حرفی بزنه که خشمگین بشه، این جناب دشتبان رو میکشه جلو، 2 گوشش بکند و همانجا بخفت. 2 تا گوشش رو میکنه میذاره کف دستش. به تعبیر مرحوم مرشد ترابی میگه برو به رئیست بگو پادشاه گوشکنان اومده. خلاصه چی؟ گوشای این بنده خدا رو میکنه میذاره کف دستش، میخوابه و دشتبان خونین و نالان و گریه کنان میره پیش صاحب اون دشت. کی بوده؟ یکی بوده از آدمای همون دیوا و اینها به نام اولاد. میره میگه برفتم که اسبش برانم ز کشت، مرا خود به اسب و بکشته نهشت. مرا دید برخاست یاوه نگفت، 2 گوشم بکند و همانجا بخفت. اولاد میگه این کیه پا شده اومده اینجا؟ یه چند تا از آدماشو جمع میکنه، شبیه یه سپاه کوچولو میشن، میره به سمت دشت. رستم هم که دیگه وقت خوابش تموم شده بوده و میدونسته که این دشتبان بالاخره برمیگرده، لباس رزمش رو پوشیده، سوار بر اسب، میبینه که این سپاهیان دارن میان به طرفش. اولاد میاد جلو، یای کی هستی تو؟ اسمت چیه؟ واسه چی این کارا رو کردی؟ چرا گوش این دشتبان کنده ای؟ چرا اسب در کشت افکنده ای؟ کلا همشون یه ذره خشم بودن. رستم میگه من اسمم ابره، ابریم که گبر پوشیدم، آخ اگه ببارم تیر میبارم. خیلی تعبیر با مزه‌ایه. اینو که میگه اولاد عصبانی میشه، میگه این سپاهو میبینی آوردم الان میگم پدرتو در بیارن. میگه اینه همتون این با هم، بابا دمتون گرم خیلی زیادین، من نمیتونم باهاتون بجنگم. خلاصه یه کرکری ریز با هم میخونن و جنگ شروع میشه. و رستم میفته بین اینا، با 2 تا دستش داره میجنگه. یه جایی میبینه اولاد داره فرار میکنه، دست میبره به کمند و میندازه اولاد رو به بند میکشه. میگه ببین اولاد، من اومدم واسه نجات کیکاووس، اگه کمکم کنی برسم به کیکاووس ببینم اینا کجا زندانی شدن، تو رو شاه مازندرانت میکنم. اگرم کمکم نکنی یا راه اشتباه بخوای بهم نشون بدی، با اسب 4 تات میکنم. اولاد میگه باشه، من که زورتو دیدم کمکت میکنم، ولی عمرم بتونی به جنگی یا با اینا. میگه باشه تو به این چیزا کار نداشته باش، تو راهو نشون بده. خلاصه با اسیر شدن اولاد و اینکه قبول میکنه کمکش کنه، خان پنجم تموم میشه.
خانه ششم. رستم میشینه با اولاد شروع میکنه حرف زدن، میگه بر من بگو من چجوری باید برم کیکاووس رو نجات بدم، مثلا زندان اینا کجاست، سفید دیو کجاست؟ میگه باشه بهت میگم، تو مسیری که میریم تو زندانی که کیکاووس زندانیه رو پیدا میکنی، اما برای رسیدن به سفید دیو باید از 7 کوه، از 7 قله بگذری. بعد تازه کل دیو اونجا هست، قندی، سنجه، اولاد، همه اینا نگهبانن. بجز همه این دیوها فقط 1200 سرباز و نگهبان مراقب سفید دیو مازندرانه. بعد تو یه پیلتنی، تو پیلتنی باشه ولی یک دونه ای دیگه. میگه ببین تو به این چیزاش کار نداشته باش، من یه دونم، ولی تو ببینین یه دونه چجوری همه اون 1200 و اون دیوایی که میگه رو بیچاره میکنه. خلاصه یه کرکاری هم اینجوری میخونه رستم. شب میشه و منتظرن و اینا، یهو رستم میبینه که آسمون شهر روشن شد، از یه بخشی از شهر مدام همینجور آتیش روشن شد. میگه این چیه؟ چه خبره؟ میگه این یکی از نماینده های سفید دیو مازندرانه به نام ارژنگ دیو. اختیارات شهر بیشتر دست اینه. حالا دیگه بهت نگفتم که بترسی، ولی تو بخوای بری سراغ سفید دیو اول باید با این بجنگی. دیگه باش. صبح روز بعد راه میفته، خیلی بامزه است. یه چیزی حدود 7-8 بیت فردوسی از زبان اولاد رستم رو میترسونه که اینجوریه و این کار باید بکنی و این شکلی و اینا اینجوری هن، آتیش دارن فلان دارن چی و چه خبره. میریم وارد قصر یا اون دربار آقای ارژنگ که میشیم، میگه رستم لباسشو پوشید، همون لباس عرق کردهشو پوشید، رفت در مقابل ارژنگ، صداش کرد، کلهشو کرد، تمام. یعنی در کوتاه‌ترین شکل ممکن ما کشته شدن ارژنگ رو در خانه ششم میشنویم. حالا مرشد ترابی که میخواست اینو تعریف کنه یادش بخیر، میگفت رستم دست میندازه گوشتای شکم ارژنگ رو میگیره، چون قدش رو بلند تصور میکردیم تو روایت مرشد ترابی. بعد میگفت ارژنگ یه دار شمشاد داشته، یعنی یه تنه درخت که از همه جاش تیغ و اره زده بیرون، اینو میخواد پرت کنه برای رستم، ولی رستم جا خالی میده، دست میندازه گوشتای شکمش رو میگیره، انقدر فشار میده جون اینو کم میکنه، بعد میفته رو سرش، میفته رو تنش و بعد کلش رو از تنش جدا میکنه. حالا به هر حال سر ارژنگ از تنش میکنن و رستم میگه این بود، این که نگران بودی نظر من به جنگم. میخوام بگم که خیلی هوشمندانه فردوسی میاد در ابیات کوتاهی و برای اینکه نشون بده چقدر این کار برای رستم ساده است، ماجرای کشته شدن ارژنگ رو میگه. میرسن به یه جایی که اولاد میگه زندان اینجاست، یعنی یه جایی این حوالیه. رخش اونجا به خواسته رستم شروع میکنه به شیهه کشیدن، به خاطر اینکه صداش بلند باشه و اگر میشه به گوش کیکاووس برسه. کیکاووس صدا رو میشنوه، اینا هم فریاد میزنن و به هر حال جای زندان پیدا میشه و با نگهبانا مبارزه میکنن و اینا. از پشت میله ها رستم و کیکاووس با هم صحبت میکنن. رستم میگه بیا من نجاتتون میدم الان. میگه آخه به دردمون نمیخوره، چون ما همه کور شدیم، ما رو طلسم کرده به جگرش. یعنی اینجا پزشک و کسایی که در واقع طبابت بلدن به ما گفتن اگه کسی بتونه سفید دیو مازندران رو بکشه، از جگرش، از خون جگرش 3 قطره تو چشم ما بریزه، چشمای ما بینا میشه. بنابراین تو باید اول بری سفید دیو بکشی. رستم هم میگه باشه دیگه، میرم دیگه، چیکار کنم. خلاصه با کشته شدن ارژنگ خان ششم هم به پایان میرسه. این که در خان هفتم چه اتفاقهایی در انتظار رستمه و بعد از خان هفتم چه اتفاقهای فانتزی تری در انتظار رستمه بمونه برای دفعه بعد. متشکرم.